کنش یک کنش دو سطحیه، یک کنش سطح امنیتی و یک کنش سطح انسانی. کنش سطح امنیتی در واقع ما وقتی یه عقبه چند سال گذشته رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که کشور ما در حوزه مسائل امنیتی دچار یک باگ و یک خلأ خیلی جدیه. خب حوادث امنیتی که رخ داده طی این سال‌های گذشته، از حوادث امنیتی فردی تا حوادث امنیتی جمعی مثل آبان 98 و اتفاقات دیگه که افتاده، نشون میده که سطح هوشیاری امنیتی کشور ما متاسفانه خیلی تو این سال‌ها اومده پایین. یعنی گاهی وقتا اینقدر نابالغ ما در بعضی از مسائل کنش می‌کنیم که انگار اول انقلابه و ما داریم دهیش در واقع سال 59 60 مثلا پشت سر می‌ذاریم. و خب این یک هشدار خیلی جدی داره که حالا تحلیلش رو عرض می‌کنم. و یه سطح دیگه سطح انسانی. سطح انسانی رو چرا میگم انسانی؟ چون دایره یه مقدار وسیعی داره، یعنی شامل فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی نه از اون حیثی که دوستان شاید مد نظرشون باشه که ما الان مثلا مشکلات اقتصادی داریم، نه، از این نظر که در واقع نگرش امروز جامعه ما به مسئله اقتصاد کاملا متفاوته. من معتقدم که همیشه تاریخ این نسل XYZ هستن، یعنی یه زمانی خود ماها نسل Z بودیم، در آینده اینها نسل XY خواهند شد، نسل Z جدیدی خواهد آمد و این شاید هوشیاری ما رو میطلبه که ما درک کنیم. ما خودمون یه زمانی مثلا گوشی موبایل که اومده بود به پدر مادرامون یا به پدر بزرگ مادر بزرگامون تیکه مینداختیم که شماها مثلا اصلا از این دیجیتال و این فضا اینجوری سر در نمیارید. ما یه جورایی آوانگارد بودیم نسبت به اون دوره قبلی و خب خیلی خواسته هایی هم داشتیم، ناهنجاری هایی هم در همون دوران وجود داشت، امروز هم وجود داره، بعدها هم قطعا وجود خواهد داشت و به خاطر در واقع فضای جدید ممکنه ضریب های افزایشی بگیره. علی ای حال این که من میگم کنش در واقع سطح دوی ما کنش انسانی و این کنش امنیتیه. از نظر امنیتی حکمرانی فضای مجازی ما رو کامل از دست دادیم و حکمرانی فضای مجازی در دست ما نیست و ما داریم در انگار یک سرزمین غریبه، میگم یه بخشی از صحبت من که با دوستان مشترک بود همینجاست، ما انگار داریم در یک سرزمین در واقع دیگری داریم زندگی میکنیم وقتی در فضای مجازی هستیم. کشور اصلا کشور دیگه ایه که ما اونجا داریم زندگی میکنیم، یعنی ما حکمرانی نداریم، این سرزمین ما نیست، سرزمینی که ما ساختیم نیست و در حوزه حکمرانی، در حوزه امنیت حالا میشه گفت فیزیکی و ملموس‌تر کاهش حکمرانی رو به شدت داریم. علت اصلی ماجرا چیه؟ علت اصلی ماجرا از نظر من درک سنتی ما از مقوله امنیت. یعنی ما مقوله امنیت رو یه امنیت فیزیکی در واقع گیت بازرسی و اینکه افراد بیان یکی چک بشن و به قول چک و خنثایی داریم می‌بینیم. همه چی اینجوری داریم می‌بینیم. حتی امنیت فضای مجازی رو هم داریم همینجوری می‌بینیم. یعنی میگیم آقا این گیت رو بذاریم که یه چیزی رد بشه یا رد نشه. این فیلتر رو بذاریم که یه چیزی رد بشه یا رد نشه. این مدل امنیت سنتیه. ما با این مدل امنیت نمیتونیم امنیت رو تامین کنیم. حتی در محیط فیزیکی امروز. ببینید امروز تو فضای فیزیکی ما می‌بینیم، مثلا دارم مثال کاخ سفید رو وقتی شما برید فیلمش و عکسش مثلا ببینید انگار که وسط شهر، مردم از خیابون‌های اطرافش دارن رد میشن، نرده‌ها تا عمق کاخ سفید رو داره نشون میده. رئیس جمهور آمریکا مثلا بیاد پشت پنجره شاید یکی ببیندش، اون ظاهر قضیه رو دارم میگم خدمت شما. ولی واقعیت ماجرا چیه؟ واقعیت ماجرا اینه که تمام ساختمان‌هایی که حول خیابون‌های اطراف کاخ سفید هستن توسط نهادهای خاصی در واقع اجاره شدن و این ژست رسانه‌ای ماجراست. ولی این چه فضایی رو ایجاد میکنه در مخاطب که آمریکا امنه. امروز جامعه ما جامعه دچار یک تکثر فرهنگی فوق‌العاده شدید شده، یعنی به حدی که امروز تو جامعه ما تقریبا درک مشترکی نسبت به هیچ حوزه‌ای، تقریبا تو هیچ گروه و دسته‌ای وجود نداره.
یعنی حتی شاید مثلا در یک محیط مذهبی مثل مسجد می‌بینیم که این گروه با اون گروه، با این بخش با اون بخشش با هم دیگه دچار تضادهای جدیه. این گروه مثلا توی هیئت فلانی هست، اون گروه هیئت فلانی هست، این گروه گرایشات مثلا هیئتی بیشتری دارن، این گروه گرایشات جهادی بیشتری دارن، این گروه گرایشات علمی بیشتری دارن. اینها همینها یعنی فرهنگ مشترک یواش یواش آروم آروم کم میشه تو جامعه. حالا شما برید تو کوچه، الان همسایه‌های خودتون رو در نظر بگیرید، همسایه‌های دیوار به دیوار یا همسایه‌ای که توی واحد آپارتمانی هستیم، ماها چقدر با هم دیگه اشتراک داریم. این تفاوت و تکثر فرهنگی که در جامعه ما به وجود اومده زمین سازی برای اختلافات رو به شدت داره افزایش میده. حالا این تکثر رو ببرید سمت مثلا قومیت‌های مختلف، عرض کنم خدمت شما زبان‌های مختلف، از نهادهای خارجی اینا ممکنه دخیل بودن، ولی ما خودمونم جدی روی این موضوعات کم کاری کردیم. الان وقتی شما در مورد ترکیه صحبت میکنید، ترکیه هم مثل ما قومیت‌های مختلفی ممکنه درش وجود داشته باشن. همین انگلیسی که در موردش صحبت میکنیم کشور قومیت‌های مختلفی درش وجود دارن، آمریکا قومیت‌های مختلفی درش وجود داره، ولی همگونی باز وجود داره. یعنی من ایرانی اگر به آمریکایی‌ها نگاه بکنم شاید به همین راحتی تشخیص بدم که مثلا این آدم ایرلندیه یا آلمانیه. یک مسائل ریزی وجود داره، اختلافاتشون فاحش نیست، ولی امروز ما به راحتی میتونیم یک کرد و ترک رو از هم تشخیص بدیم و هر کسی تو این دنیا میتونه این دو تا از هم دیگه تشخیص بده. کاملا تمام زیستشون، لایف استایلشون، زبانشون، فرهنگشون، همه اینها با هم کاملا متفاوته. حالا بحث قومیتی، میریم وارد تاکسی میشیم، وارد اتوبوس میشیم، به راحتی میشه یعنی شما بشینید بشمونید توی اتوبوس، شاید میشه مثلا 50 گونه فرهنگی مختلف رو میتونید در بیارید. اگه یه نفر دقتش بیشتر باشه شاید بیشتر میتونه. این یعنی که ما داریم آرام آرام به سمت یک گسست جامعه میریم. این گسست یعنی کاهش امنیت، اختلافات بسیار بسیار جدی بین حتی اونهایی که کاملا اعتقاد به انقلاب اسلامی هم دارن، بین اینها وجود داره. فرض کنید یه گزارش رو عرض میکنم خدمت شما، آیا ما باید بریم دنبال پول در آوردن یا اینکه خدا رزاقه؟ یه گزارش ساده‌ش، آیا ما باید آدم ثروتمندی باشیم یا نه آدم قانعی باشیم و اهل قناعت و اهل زهد و اهل پارسایی باشیم؟ خب سر این خیلی اختلاف وجود داره. آیا اصالت با رضایت اجتماعیه یا اصالت با رضایت الله؟ سر این اختلاف وجود داره. آیا عرض کنم خدمت شما، فرض کنید احکامی که مثلا فرض کنید قصاص، آیا حتما باید اجرا بشه یا اینکه نه در شرایطی میتونه اجرا نشه؟ حالا سرش اختلاف داریم، جدی هم اختلاف. حالا یه مسئله خیلی یکی رو بگیم، اینا رو تا حلش نکنیم نمیتونیم گام‌های بعدی بریم، چون همینها یک مثال باز دیگه میگم چون این خیلی مبتلا به اعتقاد به امام حسین و گریه برای امام حسین برای رستگاری کافی نیست.